خود یکم خورد و هم گلوچه هم خورد. بعد اینا قطعه جای کردم خیستم. وقتی ماشینی سرش اومدم ها افریم آمده رفتم پایده سوار شده. بعد کدام جیل مگفته که هم پشتی بالیش ده من دیگه دستم با معلم مونده. من گرفتم. بعد کمتر معقول نشد که خود یک فرزند برای قطعه نکن بر دخونه من خود بخرم پول بوم نبر. گرفتم تلفن کردم که خونه شد نرسیده در این ماشین سخت خبرید ماشین. من گفتم تو چی در اسرائیل خود کردی که قطعه من رشاد کرده سودی چای پلو موندی خیلی کرد جنگم نکرد الان. من گفتم جنگ نمیکنم که کمتر رنجیدم. من شما را یک فرزند پدر برای گفتم حرمت میکنم. برای این در خونه میاد فلا چای بگیره و پول شده تایی بمونه. این ایرو آدم نیست. بخانی گفت که دیگه کار نمیکنم. دیگه کار نمیکنم. هم خیلی 4 سال 2 بار خبر گیریم رفت. یک بار گفتم که اول رفت بعد این بار هم ساعت 12 میره تا 5 میشتیم صحبت میکنیم. امروز برای اهل سخن، اهل فرهنگ و خصوصا کارمندان تلویزیون و رادیو تلفات است که ما در مراسم خیربادی استاد سخن دیکتری ورزیده رادیو و تلویزیون تاجیکستان استاد اموالی طاهرов قرار داریم و در حقیقت گفتن ممکن است که در فرهنگ ما، صنعت ما در عصر 20 و 21 بسیار سخنوران، بسیار چهره‌های محبوب به میان آمدند که اساساً منبر آنها تلویزیون و رادیو بود و محض پیوند دادن با خوردن با تلویزیون و رادیو یک میدانی نوی اهل هنر، اهل فرهنگ، اهل صنعت به میان آمد و خاصه آن نسلی که با سخن سر کار داشتند به مردم پیام می‌رساندند، به مردم امید می‌بخشیدند، سطح برنامه را بسیار بلند می‌برداشتند و یک نسل به وجود آمد که من نمیدونم دیگرها مثلا در کوچه دیده راهگردی مثلا سر لباس اونها را دیده ما مثلا هوس می‌خوردیم. برای ما یک الگو مثلا پیشوا، راهنما و یک نمونه بودند. امامعلی طاهرов یکی از راویان مشهور ملت ما که در سالهای بسیار وزنین مشکلی وطن ما سالهای 92 93 94 همه خبرها را میرساندند و همیشه برای امروزه حکومت کنستیتوسیونی، برای دولت ما، برای ملت ما خدمت میکردند و من خودم بارها ماشین کردم میگفتم بیام من بر وقتی وزبین راه وزبین بودم ماشین کردی اپای مسلمان مختار و که امامعلی طاهرов سنوبر رحیمزاده همین راوی‌های گرفتم و جمع کرده میبردیم تلویزیون و بسیار وقتای وزبین به خدمت کردگیم برای وطن ما. یک آدم بسیار هم با معاملهشون خوش، آدم با ادب، بسیار آدمی خوشرو بودن، بسیار آدمی خوب بودن، آدم دلشون بزرگ بود و همیشه کوشش میکردن که وطن ما صلح و آرامی تنجی باشد. در خطر این مردای بزرگ امامعلی طاهرов یکی از بهترین شخصیت‌های بودن که تا انمی روز آخری حیاتشون فقط برای ملت، برای دولت، برای آبادی تاجیکستان سخن میگفتن، کوشش میکردن که همه مردم جوانای در این راه تربیت کنن. واقعا جوان مرد بزرگ بودن و بسیار شاگردای اون کس امروز در کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت کرده ایستادن. صد افسوس که این خیلی مرد بزرگ ما امروز از دست دادیم
خدا جایشان جنت شود، روحشان شاد باشد. الوداع استاد مهربان. امامعلی طاهرов رو من از دوره سالهای 70 میشناسم و ما همسایه هم هستیم. زیاده از 40 سال است که ما در همسایگی زندگی میکنیم و همه چیزی که من خوب کردم، کار خوب کردم، همه رواج رونق ایجادی که من کردم در صنعت موسیقی کسبی تاجیک، همین دعای همین آقای امامعلی طاهرов بود و طاهرов سالهای شوروی حتی در معرکه من خدمت کرده بودند و باید بگویم که تا امروزه در بین ما آقای امامعلی طاهرов نیست و همه وقت ما یاد میکنیم آقای امامعلی طاهرов را، برای که بسیار آدم خوب بودن، بسیار نطق، بسیار درست گپ زدن رو میتونست. یک دوره درخشانی فعالیت تلویزیون و رادیوی تاجیکستان این پیش از همه به فعالیت نطقان و از جمله به فعالیت خود استاد امامعلی طاهرов مربوط است و ما در پس منظر سخن‌های اینا، در برآمدهای اینا به سخن اعتماد میکردیم، به تاثیر سخن، به تاثیر ایموشنالی سخن، به خبر باور میکردیم، به واقعه آدم باور میکرد و یک حسی محبت به یک کسب کار به وجود می آورد. و من فکر میکنم که کارنامه استاد امامعلی طاهرов در تاریخ تلویزیون تاجیک، در رادیوی تاجیک، در ژورنالیستیکای ما، در ماورای سخن تاجیکی جایگاهشان جایگاهی ویژه است و نطق اینا، برآمد اینها یک نوع معیار زبان ادبی تاجیکی ما را گوییم همین معیار زبان ادبی گفتگویی ما را تشکل میداد، خطا نمیکنیم و ما از برآمد اینها طرز درست سخن گفتن، زده منطقی در کجا آمدن، توقف، مضمون و محتوا چگونه رساندن، در کدام حالت کدام موضوع را بیان کردن، بسیار برای ما نسل جوان منبع آموزش بود. یادشان گرامی، جایشان جنت باشد.